سلام و درود، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. توی این ویدیو میخوایم بریم به خفن ترین کارهای هنری توی اینترنت ریاکت بکنیم. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموشتون نشه. بدون معطلی بریم ویدیو رو شروع کنیم. خب توی ویدیو اولمون تو توضیحاتش اومده بودش که داره چهره فرشته اوفانیم رو میکشه و ظاهر خیلی عجیبی داره. با هم ببینیم. بچه ها اگه دوست داشتین در رابطه با شکل‌های مختلف یا داستان‌های هر کدوم از فرشته ها و شیاطین و غیره براتون ویدیو درست بکنم، حتما توی کامنت ها بهم بگین. واقعا خفن بود. بچه تو کامنت ها بگین از کدومش بیشتر خوشتون اومده. این یکی هم که رنگا رو قاطی کرد، تصویر رو سیاه سفید کردش. ببینیم نتیجهش چی میشه. بچه فقط قرار نیستش که نقاشی باشه توی ویدیوها. من سعی کردم که تنوع زیادی داشته باشه و خیلی هم خفن. و همونطور که گفتم تنوع زیاد. اینم که یه باک موتوره. ببینیم چی میشه. خفن شد. وای وای، من عاشق کاره این بشرم. تابلوهایی که درست میکنه خفنه. یعنی عالی عالی، واقعا خفنه. همون حالت سه‌بعدیش اصلا خفنه. همینم که میبینی انگار که مثلا یه پارچه پوسته چیزی بوده پاره شده و تصویر این نشون داده شده. اصلا عالیه. اینم من خیلی گشتم دنبالش سفارش بدم برای خودم. از این چراغای بی نهایته ولی جایی پیدا نکردم. ویدیوی سوم هم دوباره در رابطه با موتور بود. اینو من خودم دیدم تو اینترنت، خیلی خفن بود. یعنی یه ذره سلیقه آدم به خرج بده چیزای خیلی خفنی میشه درست کرد. ببینم بچه شما هم از این هنرها دارین، حالا نقاشیه، تزیین هر چیزی که هست، پردازیه. اگر که هستش بفرستین برام کاراتون رو میبینم. اگه دوست داشتین واسه تون یه ویدیو درست میکنم با بقیه بچه ها به اشتراک بذارین. ویدیو بعدی. من حسودیم میشه به کسایی که میتونن نقاشی بکنن، چون خودم نمیتونم نقاشی بکنم. بعد اونم ببین طرف داره چجوری نقاشی میکنه. مطمئنم نتیجهش خیلی خفن میشه. واه. عالیه عالیه، واقعا عالی بود. کیا دوست داشتن یه همچین طرحی توی اتاقشون باشه؟ من که واقعا ازش خوشم اومد. اصلا تو ببین کی به ذهنش میرسه یه همچین کاری انجام بده.
این صندلیه، صندلی گیمینگ. وای 10 لول بهتر کرد اون صندلی رو. عالی عالی. اینم یکی از اون کارهای خفن بود، بار اولی بود که من دیده بودم، تا حالا ندیده بودم کسی همچین کارو بکنه و خیلی خفنه. رو ماشینت یه همچین طرحی بزنی. برچسب اینام هست ولی خب مطمئنا این کیفیتش خیلی بالاتره. به نظر من کسایی که میتونن نقاشی بکنن خیلی باید باهوش باشن، بتونن اصلا طرح و تصور بکنن، بکشن آخه لعنتی این چه جوری به ذهنت رسیده. این یکی ویدئومم رو سکه داره کار میکنه. کافیه فقط دستت یه ذره خطا بره، مجبوری دوباره همه کارا رو از اول انجام بدی. عالی. این یکی هم از همون کاراست. اصلا وای عالیه این کار. این یکی هم همینطور. یعنی من 1000 تا ویدیو دیدم که طرف مثلا آخرای کارش بوده یه ذره محکم‌تر ضربه زده، کلا شیشه مثلا یه ترک ناجور خورده، هیچ کاریش هم نمیشد کرد. چقدر باید ضربه بزنی، چقدر باید کار انجام بدی. توضیح این ویدیو رو بچه‌ها بهتون بگم، طرف یه جوری نقاشی کرده اینو که شما فیلتر آبی و قرمز استفاده بکنی، با فیلتر آبی یه تصویر میبینی، با فیلتر قرمز یه تصویر دیگه، کاملا هم رو هم مچن. این هم عالیه. چطوری تونستی همچین چیزی بکشی؟ انگار که روی یه شیشه بخار گرفته. اینم با وایتکس میان روی تیشرت ها رو نقاشی میکنن. بله دیدین چه کار خفنی شد. اگر دوست داشتین یه ویدیو میگیرم خودم با وایتکس و قلم یه طرح روی یه دونه تیشرت میکشم، ببینیم نتیجهش چطور میشه. وای اینم عالیه. حالا من مطمئنا نمیتونم مثل اینا طرح در بیارم روی لباس، ولی میتونیم امتحانمون رو بکنیم، شاید دیدی شد. چقدر با ظرافت. اینم اصلا آخه چطوری تو به ذهنت رسیده بر بار اول این کار رو انجام بدی؟ به چی فکر میکردی؟ چقدر خفن در آورد اون بازتاب نورو. روی اسب، یال اسب. اینم خیلی خفن شد. این برچسب همون ویدیو هست که بهتون گفتم.
اینم خیلی خفن میشه. من یه دونه یخچال قدیمی داشتم، خونه‌ای که داشتم، خب باید این کارو باهاش میکردم. اگه زودتر این ویدیو رو دیده بودم و همین کارو باهاش میکردم. عالی شد. اینم خیلی برام جالب بود. اصلا چی شد؟ خب بچه ها اگه خوشتون اومده از این ویدیو حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارین. اگرم دوست داشتین حتما تو کامنت ها بگین پارتای دیگه از این سبک ویدیو براتون درست بکنم. خودم تا حالا ندیده بودم توی یوتیوب ریاکتی باشه به کار هنری به این صورت. و تا یه ویدیو دیگه میبینمتون. خدا نگهدار.